اگر چربیای شکم و پهلوت خسته شدی و همه کار انجام دادی و نتونستی این چربی‌ها رو آب بکنی و به قول خودتون همه باشگاهی رفتید و نتونستید که این چربی‌ها رو از بین ببرید، جای خوبی انتخاب کردید و خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما عزیزان هستم. من حمید شکاری ام از کالیفرنیا. تجربیاتی که از بچگی تو زمینه ورزش به دست آوردم رو میخوام که امروز خلاصه‌ای برایتون انجام بدم که توی اون چربیای شکم و پهلوتون چه کارهایی انجام بدید که بتونید به بهترین شکل ممکن از بینشون ببرید و اون آرامش خاطر دوباره بهتون برگرده. حرکاتی که باید انجام بدید 3 تا پارت هستش، 3 تا ست و شما میتونید که اینو سوپری انجام بدید اگه که مبتدی نیستید، حرفه‌ای هستید. ولی اگر که مبتدی هستید حتما بین ستا یه نفسی تازه بکنید، یکم کوچولو ضربان قلبتون برگرده، یه آرامشی بگیرید و اینکه دوباره ادامه بدید. حرکت اول حرکتی هستش که شما میتونید حتی توی منزل انجام بدید و نمیخواد چربیای آنچنانی. اگه که هدفتون چربیای پهلو و شکمتون هست، چربیای زیادی انجام بدید و میتونید توی منزل اون ساعتی که اون تایمی که توی منزل هستید انجام بدید. می‌بینیم که با هم انجام بدید. حرکت اول برای پهلو. سه تا نفس بگیرید. نفستون رو 3 ثانیه هم مکس کنید که بتونید به راحتی اون ضربان قلبتون رو به حد خودش برسونید که بتونید حرکات بعدی رو راحت‌تر انجام بدید. خب حرکت بعدی که خیلی مهمه و خیلی از عزیزان مخصوصا خانوم ها که چربی زیر شکم دارید و یه افتادگی شکم دارید، حالا بر اثر اون عزیزان که صاحب فرزند هستن، بر اثر دایمات، یا اون دسته عزیزانی که از بچگی این زیر شکم رو با خودشون داشتن، این حرکت به درد شما عزیزان میخوره. ببینیم که با هم داشته باشیم. باتون تا هر کجا که بالا میاد شما دارید درست میرید. اصلا به این فکر نباشید که الان من دارم اشتباه میرم یا پای من اینقدر بالا نمیاد. مهم اینه که شما اون فشاره رو بذارید. اگر که زیر شکمتون بزرگه و پاتون تا اینجا بیشتر نمیاد بالا، شما دارید درست میرید. اگر داری اینو میری، شما درست داری میری. فقط مهم اینه که اون فشار حداکثری رو ما به اون ماهیچه زیر شکم بیاریم. سه تا نفس بکشید. خب اگر که در بین ستا میخواید آب بخورید، لطفاً یه کوچولو یه کم، اگر که میتونید که اون یه کوچولو کم هم که براتون اتفاقی نمیفته و فشارتون نمیفته یا سرگیجه نمیگیرید، بذارید این فشاری که الان داره به شکم پهلو میاد همچنان بیاد.
و شما اون آب خوردن انجام ندید و آخر پایان تمرین اونم یه چند دقیقه که بدن آروم شد این دفعه آب رو میل کنید. یه سری چیزهای خیلی مهمه، یکی از اون چیزها همینه. من دیدم بین سه تا طرف یه حرکت ورزشی زده، یه پارچه آب، یه لیوان بزرگ آب داره آب میخوره و این چه بسا اینکه هر سوخت سازی که داشتی انجام میدادی به حالت اولیه 70% برش میگردونی، مثل آبی میمونه که میریزید روی آتیش. پس تا اونجا که میتونید آب نخورید توی بین ست هاتون، ولی اینکه آخر ست که تموم شد بخورید. ولی اگه باز شرایطتون ویژه هستش و شرایطتون خاصه کم آب بخورید، تا اونجا که میتونید بین ستاتون کم آب بخورید. خب حرکت بعدی ست نفس بگیرید. باید این 3 بار تکرار بشه پشت سر هم. میریم که حرکت دوم. نیاد که یه پارتش رو انجام بدید، برید تلویزیونتون رو ببینید، برید کارتون رو انجام بدید، برید خریدتون رو انجام بدید، بعد برگردید بخواید پارت 2 و 3 رو انجام بدید. باید وقت بذارید، هلوش 1 رو هم بیشتر نمیشه، ولی قبل از اون باید 5 دقیقه توی کلیپ که من براتون درست میکنم باید ببینید که بدن به اون ضربان قلب بالا برسه، بدن یه کوچولو گرم بکنه به اصطلاح، که متوجه بشه که شما میخواید ورزش بکنید. بعد مخصوصا برای افراد مبتدی این دفعه شما اون فشار برای روی چربیای پلوش و شکمتون حداکثری بیارید و این مستلزم اینه که شما کلیپ برای قبل از تمرینات من براتون درست میکنم ببینید و اینکه اونو که دیدید این دفعه شما میتونید این حرکات رو انجام بدید. هفته 3 بار باید این کار رو انجام بدید و اینکه بهترین تایمش هم صبح قبل از سر کار رفتنتونه. اگر که شرایطی نبود میتونید قبل از نهار، اگه باز شرایطش نبود 1 ساعت بعد از نهار، اگه که نبود عصر، اگه که نبود شب. پس بهترین تایم زمان تمرین کردن توی منزل برای شکم پهلوهاتون یا ورزش هوازی یا بیرون از خونه قبل از سر کار رفتنتون و تایم صبح زود هستش و اینو توی 3 تا پارت انجام میدیم.